سلام، اسم من رضاست و من دبیر یک دبیرستان هستم. پارسال بعد از مدت‌ها بالاخره تونستم یه اتاق اجاره‌ای گیر بیارم و رفتم توی یه آپارتمان. خوشحال بودم، خوب بود، همه چیز به خوبی پیش میرفت و منم روزا میرفتم مدرسه و درس میدادم و میامدم خونه. یه روز رفتم نون بگیرم، یه خانومی تو صف نون با من سلام علیک کرد. گفتم شرمنده به جا نمیارم. گفت اسم من مریمه، من همسایه روبرویتون هستم توی آپارتمان. گفتم خیلی خوشحالم از زیارتتون و خلاصه سلام علیک کردیم و از من پرسید خانواده چطورم. گفتم والا من خانواده ای ندارم، تنها هستم. گفت نه منظورم اینه که پدر و مادرتون حالشون چطوره. گفتم والا پدر و مادر من به رحمت خدا رفتن، من تنها هستم، پدر و مادر ندارم. گفت خیلی متاسفم و تسلیت گفت و نونمونو گرفتیم و خداحافظی کردیم اومدیم خونه. بعد از چند روز تو اتاقم بودم، شنیدم یکی داره زنگو میزنه. در رو باز کردم، دیدم مریم خانم یه کاسه آش آورده و میگه نظریه بفرمایید خواهش. منم گرفتم و خیلی تشکر کردم. وقتی آش تموم شد بعد از یکی دو روز ظرف آش رو پر آجیل کردم و بردم پس ببرم برای مریم خانم. مریم خانم با روی خندان در رو باز کرد و خیلی اصرار کرد که من برم تو حداقل یه چای بخورم. بعد از مدتی اصرار من قبول کردم. رفتیم تو. مریم خانم یه شوهری داره به نام اکبر آقا، بسیار آدم زمخت و گنده و سیبیلای کلفت و خلاصه که درد سرتون ندم سعد رحمت به دیو دو سر. اکبر آقا نجاره و روزا میره سر کار. از مریم خانم پرسیدم اکبر آقا نیستن؟ گفت نه رفته سر کار. خلاصه ما چای خوردیم و کمی صحبت کردیم و صحبت ادامه داشت و خلاصه بقیه‌شو چطوری بگم فلونی خودت باید بدونی. دیگه از فرداش اکبر آقا که میرفت سر کار، مریم خانم لای در رو باز میذاشت. اکبر آقا میرفت سر کار و ما هم با اجازتون میرفتیم روی کار و این ادامه داشت تا اینکه یه روز مریم خانم رفته بود بیرون خرید بکنه، لای در رو باز گذاشته بود. منم نمیدونستم که اکبر آقا خونه است. طبق معمول یواشکی در رو باز کردم و رفتم توی تخت دست انداختم و دیدم ای دل غافل، این پشمای سینه اکبر آقاست که اومد تو دستم. اکبر آقا برگشت گفت مردی که پوفیوز تو اینجا چی کار میکنی؟ من که اصلا نمیدونستم چی بگم، عقب و جلوم و بالا و پایینم و قاطی کرده بودم و خلاصه برگشتم گفتم اکبر آقا من عاشق اون سیبیلاتم، اومدم اینجا تو منو بکنی. خوشبختانه اکبر آقا باورش شد. خلاصه اومد با مشت و اردنگی بنده رو از آپارتمانش پرت کرد بیرون. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از کتک خوردن اینقدر لذت ببرم. بعد از یه هفته هم نقل مکان کردم و از اون آپارتمان فوری رفتم بیرون. این بود داستان من و مریم خانم و اکبر آقا.